امروز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتبه در ناحیه ادینسووای ولایت مسکو یک نورسی 10 ساله توجیک کشته شده است. بنا به گزارش بخش روسی رادیو زادی نورسی 15 ساله با کارد به مکتبه در محله گورکی 2 وارد شده. اول پاسبان مکتب و سپس یک نورس را تیغ زده است. نورس که از او رسانه‌های روسیه قابل جان نام بردند بر اثر زخم‌های عمیق جان داده است. مادر کودک کشته شده به مکتب دعوت گردیده است و وحشت و اندوهی او در نوار دیده می شود. ریاست امور داخلی مسکو گفته است که حمله‌ور را دستگیر کردند. به نوشته رسانه‌های روسیه او در صنف نهم همین مکتب می‌خوانده است. در اینترنت ویدیویی که حمله‌ور برداشته است نشر گردیده است و او هنگام روبرو آمدن به گروهی از معلمین و معلمانشان از آنها می‌پرسد که ملتشان چیست. درباره سبب‌های جنایت هنوز چیزی نگفتند. مقامات با اتهام کشتار و قصد کشتار پرونده جنایی باز کردند. یکی از همسایه‌های پسر بچه کشته شده در صحبت با رادیو زادی از تاجیکستان بودن این خانواده را تصدیق کرد و گفت مادر کودکان همچون فراشکار و 2 فرزندش را به تنهایی کلان می‌کرد. پدر اویله 3 سال پیش فوت دیده است.